در اتفاقی که برای نون ما داریم تقریبا 4 نقطه و طبیعتا این دور رو نداشته، نوشته اصلی در این باب هم این همچین قاعده ای رو رعایت میکنیم به این صورت. این فاصله هم 11 نقطه. در مورد این نقطه که از برسوندن که چون که هم از نظر دید همراه این دیده میشه، اصلا مطلوب کوتاه‌تر بنویسیم کشیده این رو در اینجور موارد بهتر. نقطه وسطی همون نقطه نونه نوکش برابر با انتهای نون. شما ببینید بالاتری کنید نه برابر باشه. این نیه دوم هم که می‌نویسن برابر نیه اول باشه، هم از طرف بالا هم از پایین. اینجا باز هم روی هیچه خیلی خداوند تبارک و تعالی در وجود همه یک کیفیتی خلق کرده، یک استعدادی خلق کرده که انسان با اون استعداد میتونه یاد بگیره. منتها یک چیزی رو بر چیزهای دیگه از غلبه داده که ما اونش میگیم استعداد. توجه بفرمایید. یعنی بنده با همین استعداد ممکن برم سازم یاد بگیرم، برم علمم یاد بگیرم، فلانم یاد بگیرم، ولی استعداد سازم مافوق بر اونها باشه. توجه فرمایید. اون زودتر یاد بگیرم. توجه فرمایید. اینو ما بگیم استعداد. البته انسان در اثر 50 سال رفتن کار کردن به قول یارو پلوی سازن یه دلی میزنه. 50 سال که بره یه دلدلی، ولی نمیشه گفت که به طور کلی این مستعد بوده در این کار. شخص مستعد باید این کار 50 ساله او رو در ظرف 5-6 سال 7-8 سال خیلی خوب انجام بده. توجه کنید. از این کیفیت خدادادی، یعنی یه موهبتی از طرف خدا در وجود اشخاص که یه چیزیشون بر چیزای دیگه شون غلبه داره. انجمن کشنویسان ایران از حدود 29 سال پیش با نام کلاس‌های آزاد کشنویسی فعالیت خودش رو شروع کرد که از سال 46 به بعد به نام انجمن کشنویسان ایران ادامه داد فعالیتش. در ابتدا با شرکت اساتیدی چون استاد حسین میرخانی و کاوه و بوزری و بعد استاد حسن میرخانی این فعالیت ادامه داشت و بعد از اونها هم به نسل جدید سپرده شده این وظیفه. در حدود 4500 نفر
هنرجو ما داشتیم طی این سالها و از میان اینها البته خوشنویسان برجسته‌ای وجود آمدن و توضیح این مطلب شاید بد نباشه که درجات خوشنویسی که ما اینجا به هنرجویانمون میدیم با عنوان متوسط و خوش و عالی و ممتاز شناخته میشه که کسی که موفق به گرفتن درجه ممتاز میشه بعد از 4 سال یه خوشنویسی است که تقریبا میتونه کار انجام بده و در محیط آزاد یا در ادارات و سازمان ها فعالیت میکنن. همونطور که عرض کردم جناب عالی خیلی خوب مرقوم فرمودید. سلیقه من در 1-2-3 کلمه طوریست که الان هم می‌نویسم خدمت شما عرض میکنم. یکی این فاصله کمی بلنده، همونطور که اینجا براتون نوشتم به نظر بنده اگه کوتاه‌تر مرقوم بفرمایید به شیوه نزدیک‌تر. در یکی این کلمه ترکیبش خوبه، چیزی که از نظر تناسب قلم کمی بزرگ شده یا کوچکتر رعایت بفرمایید بهتر از این خواهد. خط نستعلیق یک اصل داره و یک روح داره. اون اصلش فیزیک و فرماسیون خط هست. این فرماسیون به وسیله افراد تقلید میشه و در ذهن هر کسی خودش رو منعکس در خطش میبینه. شما که خط آقای فلان رو میبینید میگید این خط ایشون، انعکاس شخصیت هنری و معنوی و فیزیکیش رو در خطش میبینید. ولی از اون جایی که میرزای کلهر شیوه خاصی از نظر فیزیک و منطبق با شرایط زمانی و مکانی ایجاد کرد، این هستش که ما با تقلید این روش با رعایت اصولی که ایشون معین کرد در طرز سطربندی که قبلا این مسئله مطرح نبود، ما در آثار گذشته میبینیم که سطربندی نداره، کتابت و خوشنویسی و حتی کتیبه اونطور که باید روی اصول صحیح منظم نبوده و میرزای کلهر این بنا رو گذاشت که نظم بده، یعنی زمان خواست ازش. الان شیوه خط در کماله. حالا نویسنده اگر او رو به مقام استادی رسون دیگه چیزی نیست که تغییر پیدا بکنه. همین شیوه کاملی است که بعدان دیگه همین شیوه هست، چیزی نیست که تغییر پیدا بکنه. از اون تحولی که وجود آمد این خط مرحوم جلیل خط که ایشون یک وضعی نوشتن غیر از آقایون نمیپسندیدن خط او را توجه هستید، فقط اون تحول دیگری بنده به نظرم نمیاد. خط مرحوم مادالکتا تقریبا کمال خودش رو طی کرده، یعنی از ابتدا آقای میرزای کلهر و بعدم ایشون که همون خط کلهر رو تقریبا به شیوه شیرین‌تری در آورده. پس وقت خط کمال خودش رو طی کرد دیگه کمالتری دیگه نداره، مثل که هر چی بیاد باید دنبال اون بره، باید دنبال خط مادالکتا. حالا یکی چیز قوی‌تری خود می‌نویسه، یکی خود ضعیف‌تر می‌نویسه. این رو به طور کامل پیش بینی نمیشه کرد، به جهت اینکه یه وقت ممکنه یه نابغه‌ای پیدا بشه، یه شخص فوق‌العاده‌ای، یه هنرمند فوق‌العاده‌ای پیدا بشه و من نمیخوام بگم که خط دگرگون باید بشه تا لزوما یک چیز به اصطلاح یک کتاب جدیدی باز بشه در این رشته هنری، ولی همون تغییر کوچک که به نظر ممکنه ناچیز باشه ممکنه به دست یک نابغه‌ای در یک زمانی یه دگرگونی ایجاد بکنه در خط. آتش عشق اینو بنویسید، آتش عشق از مرگ نگردد خاموش، این چراغی است که از این خانه بدون خانه برد. الفتون اما این که عقیده این باشه که فقط منحصر به کلهر و عمادالکتاب بوده که هیچ کس بگه این خوبی ننوشته، این حد درسته. برای که خطوط قدما رو که ما میبینیم که بعضی صفحاتی پیدا شده که در این خطوط که بالادست ایناست از نظر صافی و از نظر شیرینی. البته اینها از نظر تعلیم
مرحوم کلهر راه تعلیمی رو پیدا کرد که به حد کمال رسید. مسئله تعلیم که گفت 40 سال عمرم به خط شد، طلب سر زلف خط نامد آسان بکف، او 40 سال رو آورد به 4 سال. هنرجویان جوانی که ما داریم با علاقه آمدن و دنبال میکنن این هنر رو، از بینشون شاید کسانی پیدا بشن که بتونن صاحب مکتب باشن و صاحب سبکی باشن، که همونطوری که در حدود مثلا 100 سال پیش استادی مثل میرزای کلهر پیدا شد و سبکی ایجاد کرد که یک تحول به وجود آورد در خط سنتی، جوانای ما در آینده بتونن یک چنین تحول ایجاد بکنن که دوباره خط سنتی ما با نیروی تازه تری بتونه به راه خودش ادامه بده. این کلمه باز این فاصله باید رعایت میشد و طبیعتا هر دو تا دایره با هم متوازی باشه. این کیفیت این هم میتونی از این گردنش کوتاه‌تر باشه و قوی‌تر. باید حدود یک نقطه تغییری البته بیشتر بشه.
اینجا یک کمی باید سرازیرتر بشه به این شکل. یک کمی افقی تر قرار بگیره توی سطر، یک کمی خوب قرار نگرفته توی سطر، اینجا سراشیبیش بیشتر بشه به این ترتیب. چه بسا کسی در مدت 15 یا 20 سال موفق بشه اون مهارت‌های لازم رو کسب بکنه که موفق بشه با ضوابط ما خودش رو تطبیق بده و مدرک استادی بگیره. و خیلی هستن اشخاصی که یه عمر زحمت میکشن واقعا ولی نمیتونن موفق بشن به گرفتن اون مدرک. منتها برای خوشنویس شدن اصول انسانی لازمه که باید مجهز بشه. همونطور که در پزشکی باید انسان قبل از اینکه پزشک بشه یک انسان واقعی باشه، خوشنویسی هم همینطوره. خوشنویسی هم باید انسان کلیه محاسن انسانی رو داشته باشه تا بتونه موفقیت حاصل کنه و این موفقیت مدیون اون استعدادی است که طرف در خودش داره و اون استادی است که انتخاب میکنه و ازش تعلیم میگیره. استاد ممکنه زبانی باشه، یعنی استاد زنده و حضوری، ممکنه سرمشق و آثار خود استاد باشه که ممکنه استاد فوت شده باشه ولی خطاش باقی باشه که شاگرد بتونه از اون سرمشق‌ها و اون کتابت‌ها شروع کنه به نوشتن و یاد بگیره. یکی از دستورات برای تعلیم خوشنویسی یکیش مشق نظریه. همه اساتید این دستور رو میدادن که مقداری که کار کردید، خوب یاد گرفتید، خوشنویس شدید، مشق نظری هم بکنید، یعنی به خطوط قدما و اساتید نگاه بکنید. اگر نقصی داره میفهمید و نقص تکمیل میکنید و اگر کلمات بهتری توش داره ازش استفاده میکنید. الان جامعه چطور شده که خط میر از تمام خطوط بهتر میخره و گرانتر هم میخره و بهتر هم میدونه. هم مثل میزنن که فلان آدم خیلی خوب میخونه، گر خوندن مثل خط میره، فلان آدم خیلی خوشگله مثل خط میره. این علتش چیه؟ برای اینکه او یک شیوهی داشته و خوب هم بوده، اصیل هم بوده.
بنده در کوچیکی آقا که معلم سرخانه بود، هم عرض کنم که صرف و نحو و فارسی اینها میخواندم. بعدم چون عشق به خط داشتم، پدرم معلمین سرخونه برای بنده بود، منظومه مرحوم کاتب الخاقان. از ایشون هم بنده تعلیم گرفتم و بعد از روی خط اساتید قدیم هم مثل مرحوم میر عماد و میرزا غلام رضا و اسدحسین خوشنویس باشه اینها کار میکردم. تا بعد اینکه آخرین خوشنویس که مرحوم عمادالکتاب باشه که اسمشون بنده شنیده بودم، رفتم چون علاقه به خط داشتم، رفتم در خدمت ایشان و از ایشان تعلیم گرفتم و خطم تصنیف کردم به درجه که خودشون میفرمودن خطت بسیار خوب شده و در نوشته هاشم دارم در بنده منزل در چیز که نوشته نور چشمی کاوه دست من است. بله. بعضی چیزام چون خدا رحمت کنه مرحوم عماد خیلی مسن شده بود و چیزهایی که میخواستن ایشون میبردن پلشون بنویسن اغلب میدارن بنده به جایشون می‌نوشتن که الان هست. خودشون هم نوشتن و خط خودشون اسم بنده رو بردن در منزل. من در طفولیت خدمت پدرم علاقه‌مند به خط بودم، کار کردم و شیوه میرزای کلهر، مرحوم امام، دیگران اینها رو هم کار کردم. کتابت‌هایی هم کردم در روز 60-70 جلد کتاب از جمله مثنوی، نظامی، کلیات سعدی، حافظ، کتاب‌های دیگری بله. دیوانش منتخب دیوان شم نگاه کردم. کتاب‌های رساله و خود نظرم نیست تعدادش، شایدانی هم البته زیر درس بنده چه در کلاس چه در خارج کار کردن به اندازه رشته خط رو به مقام امتیاز خوشنویسی رسیدم. بنده که رفتم کلاس ابتدایی 5-6 سال بیشتر نبود، خیلی علاقه‌مند بودم به خط. و در کلاس ما 2 احمد نام بود. یک احمد نامی بود یزدی، او بزرگتر از بنده بود، او را میگفتن احمد بزرگ. او هم خوب مینوشت. یکی هم بنده همیشه مینوشتم به طوری که صبح‌های زود بعد از نماز، شاید اون وقت بنده نمازم می‌خوندم ولی می-نوشتم که پدر بزرگ من از زنجان آمده بود، مشرف میشه به مکه، بعد از نماز میخوابید. ایشون میگفت که چلته قلم خود احمد نمیذاره ما بخوابید. اینجوری بود علاقه بنده. هر جا هم می‌نشستم رو مثلا فرض فرمد تو مسجد، تو حرم، رو خاک همینجور نقاشی میکردم. بعدن که قدری نسبتا خستم یک کمی خوب شد، شیخ الاسلامی بود، شخص محترمی بود، از اعیان بودن، هم از علما بودن هم از متشخصین. اینها در نجف بودن، کتاب‌های زیادی می‌گرفتن و از این نسخه‌ها می‌گرفتن. روزه داشتن. یک روز نسخه گذاشت اینجا رو بنده
یه جزوه‌ای بود، بردم نوشتم آوردم گفتم بسیار. یک سید ابوالقاسم نامی بود رحمت الله علیه، اصفهانی، مرد ملا و خوشنویس بود. ایشون هم اونجا بود، دید، تحسین کرد. بعد از او یک جزوه دیگری دادن به بنده، گفتن که این هم ببر بنویس. بردم نوشتم، این هفته بهتر از اون شد. بردم اونجا، سید ابوالقاسم اونجا بود، گفت این خط ایشون بود. گفتم بابا، گفت نه این نیست. اینم خیلی شیوش زیاده. بفرمید اینم نه این خوبه، این خوبه، این خوبه. اینم باز همون فرم، هم درازه هم شیبش کمه. نه ببینید دو تا خودشه، میشه 9 تا. اول حرفی که خدا به پیغمبرش زده مسئله خط، میفرماید علم بالقلم. این ممکن نیست این خط از بین بره، یا به واسطه درجا زدن یا به واسطه به این حدی که رسیده سکونی پیدا کرده از بین نمیره. خطاطی سنتی ما دوام داره، منتها از محفل عام به محفل خاص گرایش پیدا کرده و این محفل خاص حمایت میشه و اگر از طرف حکومت و اتوریته سیاسی کاملا حمایت بشه به بقای خودش ادامه میده و تا چندین قرن آینده روی همین اصل پیش میره.
این که گفتم به مد وصل میشه، به مد وصل میشه. بنابراین حالتش نگاه کن، به طولش 2 نقطه هست. می‌نویسم، نگاه بکنید شما. حالا مدش میخوام متصل کنم. اینجا کشیده تمام قلم میگردونم دور خودش، گردن میگم بهش میگرم پایین و بعد دنباله میسازم براش، میرم پایین تر، نزول میکنیم پایین تر. بله مثلا نه فردا اینجوری مثلا همین اینجا اینجا کف کردیم سباحات نمیشه نوشت. حالا اینجا علفشم بذاریم، اینجا تا تمام بشه بالاتر نظم هست، بالاتر نظم مثلا فردا نقطهشم بذاریم. 2 تا نقطه همینجا اضافه میکنیم برای قشنگ بودنش. باز می‌آوریم اینجا چی شد؟ اینجا کامل شد تتمه. وقتی اینجا هم باز صفر تعلیم خط از صفر شروع میشه تا 1 نقطه، تا 2 نقطه، تا 3 نقطه، 4 نقطه، تا الی 9 نقطه و 11 نقطه.